اولین گرند اسلم فصل جدید تنیس در هوای گرم استرالیا آغاز شد. در نیم ساعت پیش رو بخت‌های قهرمانی این رقابت‌ها رو بررسی می‌کنیم. در بخش زنان سرینا ویلیامز در آرزوی رکورد شکنی است. این پسر سرب هم در انتظار 4مین قهرمانی در ملبورن. و بعد از نیم فصل جهنمی حالا قرمزهای تهران حرف از قهرمانی می‌زنند. سلام، خوش اومدید به برنامه ورزش هفت. جایزه 2.5 میلیون دلاری استرالیا رو چه کسی خواهد برد؟ اولین گرند اسلم سال در استرالیا شروع شده که از فردا وارد هفته دوم خودش میشه. در برنامه امروز بیشتر به این موضوع میپردازیم، اما پیش از اون نگاهی میکنیم به نتایجی که تا به حال در این مسابقات به دست اومده. قایق سواری نفرات اول تنیس جهان و مدافعان عنوان قهرمانی نخستین گرند اسلم سال در ملبورن. هر چقدر جای جاکوویچ محکم است، صدرنشینی آزارنکا متزلزل. نفر شماره 1 تنیس زنان جهان کار سختی برای دفاع از قهرمانی و ماندن در جای نخست رده‌بندی دارد. چون این زن امسال تمام هدفش بر جای گذاشتن رکورد تازه دیگری است. به دست آوردن عنوان مسن‌ترین شماره 1 زنان، سرینا ویلیامز در صورت قهرمانی دوباره صدرنشین جدول تنیس زنان جهان می شود. فقط جای رافائل نادال خالی است، هرچند این دوری بهترین فرصت را برای اندی ماری بریتانیایی مهیا کرده. او که حالا رقیب اصلی جوکوویچ و فدرر است، امسال به دنبال تکرار موفقیت‌های سال گذشته است. با این حال در مسابقات جام استرالیا شرکت کنندگان رقیب سرسخت مشترک دیگری هم دارند: گرمای هوا. رالیا امروز خیلی کوتاه بودن. اگه قرار بود رالیا طولانی تر می شدن، گرمای هوا طاقت فرسا می شد. وقتی تو مسابقات آزاد آمریکا بازی می کنم، وزش باد، زمانبندی و حرکات پامو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین اونجا باید آرامش رو حفظ کرد و صبور بود. در دمای بالای هوا که از نفس افتادی، خیلی سخته که بشه تمرکز کرد. مشکل ترین قسمت همین متمرکز بودنه. ماری اگر از پس گرما بر بیاید، به احتمال زیاد حریف فدرر در نیمه نهایی خواهد بود. نفر شماره 2 جهان که هنوز در 32 سالگی به راحتی حریفان را از سر راه برمی‌دارد. در آن سو هم مدافع عنوان قهرمانی و نفر شماره 1 تا اینجا کار سختی نداشته. هرچند قرعه آسان‌تری نسبت به فدرر و ماری داشته و تا رسیدن به فینال مهمترین حریفش بردیچ است که نفر 5 رده‌بندی جهانی است. اگر اتفاق خاصی نیفتد، شاید نوواک جوکوویچ سرب راه دشواری برای دست یافتن به سومین قهرمانی پیاپیش در ملبورن نداشته باشد. رضا نخعی، تنیس باز شماره 1 سابق ایران، امروز از پاریس همراه ما خواهد بود. آقای نخعی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. آقای نخعی، به حال خانم‌ها مقدم هستن، اگر که موافق باشید با تنیس خانم‌ها شروع بکنیم. چقدر شانس قهرمانی رو شما برای سرینا ویلیامز در این مسابقات بالا می‌بینید؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. ویلیامز الان چندین وقتی که خیلی خوب بازی میکنه و مخصوصا از وقتی که کوچش رو اون پاتریک موغاتوگلو فرانسوی هست، خیلی تونسته لولش رو ببره بالا و به نظر من امسال به راحتی میتونه فینال بیاد، مخصوصا که
الان پارسال اگه شما نگاه بکنین 4 دفعه نمره 1 دنیا ویکتوریا آزارنکا رو زده و از هر دفعه یعنی بازی داشتن اون برده و فکر میکنم امسال به فینال حتما خواهد رسید. یعنی با توجه به اینکه آزارنکا به هر حال در نیمه نهایی ممکنه بهش بخوره، شما فکر میکنید همچنان بتونه آزارنکا رو شکست بده؟ من فکر میکنم از روحن یه خورده برتره و چون اخیراً هم همش برده در برابر آزارنکا، فکر میکنم بتونه خودش رو بگیره. بازی سختی خواهد بود ولی من فکر میکنم بتونه برسونه خودش رو به فینال. اون طرف شاراپووا چی میتونه براش به نظر شما مشکل ساز بشه در فینال؟ شاید شاراپووا هم خیلی روز به روز یعنی بهتره. امروز حتی من بازیشو میدیدم خیلی رو فرم بود. خواهر سرنا ویلیامز رو به راحتی برد و فکر میکنم بازی سختی خواهد بود بین دوتاشون. بازی جالبی خواهد بود، مخصوصا که واقعا سطح بازی زنان خیلی بالا رفته این چند سال اخیر. ولی با این حال من یه خورده شانس بیشتر به ویلیامز میدم در فینال. در مورد به حال تنیس در واقع رقابت‌های مردان اگر که بخوایم صحبت بکنیم، فکر می‌کنید که در واقع شانس چه کسی بیشتر است؟ همچنان جوکوویچ و فدرر؟ بله، جوکوویچ و فدرر با اینکه بازیکنان مثل همونجور که گفتین اندی موره و بازیکن آرژانتین دل پوترو هم خیلی الان رو فرمه، با این حال من فکر میکنم جوکوویچ از لحاظ بدنی و منتلی خیلی قویه و فکر میکنم امسال هم اون بتونه یعنی مسابقات رو ببره. نبود نادال فکر میکنید کمک بفرمایید. بله همین میخواستم بگم مخصوصا که امسال نادال نیست، متاسفانه برای تنیس و کسانی که دوستش دارن. و اگه یادتون باشه پارسال فینال جوکوویچ نادال واقعا بازی خیلی خیلی طولانی، جذاب و واقعا میشه گفت که روی 1-2 تا پوینت بیشتر بازی از این رو به اون رو نشد و واقعا یعنی میشه گفت یه جور شانس بود که جوکوویچ برد. آقای نخی به نظر شما هم طرفدار نادال هستید؟ البته این خیلی من شخصا بازیکن محبوبم فدرره. فکر می‌کنید فدرر امسال بتونه حریفی باشه برای جوکوویچ در فینال؟ شاید در فینال اگر برسه فینال بله. من میترسم در سمی فاینال با بازی با اندی موره سخت باشه، برای اینکه موره خیلی رو فرمه، مخصوصا اونم از وقتی که با ایوان لندل مربی شده و یه سری نکته‌های کوچیکو که تونسته بهش داده و خیلی بازیشو بهتر کرده از هر لحاظ. ولی بازی در صورت خیلی همونطور که به حال اشاره کردید خیلی بازی نزدیک است. با ما بمونید، حتما ادامه میدیم بحثمون رو. ولی سابقه اولین گرند اسلم فصل تنیس به بیش از 100 سال میرسه. همایون خیری سری زده به محل برگزاری مسابقه ها و نگاهی داشته به سابقه این رقابت‌ها و استقبالی که ازش میشه. تماشای مسابقات تنیس در فدریشن اسکوئر ملبورن در استرالیا. ژانویه‌های ملبورن تنها یک چیز را تداعی می‌کنند: مسابقات اوپن استرالیا. با وجود گرمای تابستان در نیمکره جنوبی هنوز هم صندلی‌های راحتی خیابان‌های اطراف طرفداران زیادی دارد. اولین گرند اسلم سال یعنی اوپن استرالیا مثل همیشه از شهر ملبورن شروع میشه و برای 2 هفته علاقمندان تنیس رو به مجموعه راد لور میکشونه. مجموعه راد لور محل برگزاری اوپن استرالیا در محوطه یک گردشگاه عمومی قدیمی به نام پارک فلیندرز در جنوب ملبورن ساخته شده. ساخت این مجموعه 25 سال پیش به پایان رسید و به افتخار راد لور استرالیایی که رکورددار تعداد عناوین انفرادی جهان در رشته تنیس به این اسم نامگذاری شد. گرچه رافائل نادال غایب بزرگ اولین گرند اسلم امسال است، ولی نوواک جوکوویچ، راجر فدرر، اندی ماری و جو ویلفرید سونگا طرفدارانشان را به زمین‌های تنیس کشاندند. ماریا شاراپووا هم که به خاطر آسیب دیدگی از مسابقات بین‌المللی بریزبن کنار کشیده بود، همراه با ویکتوریا آزارنکا و سرنا ویلیامز در مسابقات ملبورن حضور دارند.
اولین دوره مسابقات اوپن استرالیا در سال 1905 برگزار شد و امسال 108مین سال برگزاری این تورنمنت تنیس در ملبورن است. از 25 سال پیش اما مسابقات این گرند اسلم روی زمین سخت برگزار می شود. بازی‌های اوپن استرالیا در کنار مسابقات آزاد فرانسه، ویمبلدون انگلستان و اوپن آمریکا 4 گرند اسلم سال را تشکیل می‌دهند. به گفته برگزار کنندگان مسابقات اوپن ملبورن، ارزش مجموع جوایز مالی این دوره از بازی‌ها به 31 میلیون دلار می‌رسد. تخمین زده می‌شود درآمد امسال تورنمنت هم چیزی در حدود 150 میلیون دلار باشد که البته کمتر از 3 گرند اسلم دیگر است. در تورنمنت امسال تنیس بازان 59 کشور رقابت می‌کنند که آمریکا با 44 بازیکن بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده. مسابقات حرفه‌ای این تورنمنت شامل 4 مسابقات انفرادی مردان و زنان و همینطور 2 نفره و مختلط است. اما همزمان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و همینطور تنیس با ویلچر هم در محل مجموعه راد لایور برگزار می‌شود. این اولین باریه که میایم اوپن استرالیا رو می‌بینیم. ما از کوینزلند اومدیم و امیدوارم راجر فدرر ببره. فکر می‌کنم راجر فدرر یک ورزشکار واقعیه. اون نشون داده که یک ورزشکار نمونه است و لیاقت قهرمانی رو داره. گرچه 27 سال است که زمان برگزاری این مسابقات ثابت بوده، اما در سالهای اخیر بعضی از چهره‌های شاخص تنیس همچون فدرر و نادال خواستار تغییر زمان این مسابقات شده‌اند. علت این خواسته نزدیکی زمان فعلی به تعطیلات آخر سال. برگزار کنندگان مسابقات اما همزمانی این تورنمنت با تعطیلات تابستانی مدارس و دانشگاه در استرالیا را توجیهی کافی برای مناسب بودن زمان مسابقات می‌دانند، چرا که دانش آموزان و دانشجویان بخش بزرگی از علاقمندان و تماشاچیان این مسابقات را تشکیل می‌دهند. اداره هواشناسی استرالیا پیش بینی کرده امسال دمای هوا در جریان برگزاری مسابقات به 45 درجه سانتیگراد هم برسد. گرمایی که قطعا بر توانایی بازیکنان بی تأثیر نخواهد بود. بازیکنان حرفه‌ای که علاوه بر مهارت ورزشی و آمادگی جسمانی باید برای مقابله با این گرمای طاقت فرسا هم آماده باشند. کدام ورزشکاران از هر نظر آماده‌اند و برای قهرمانی پا به مسابقات امسال گذاشتند؟ هنوز باید کمی منتظر ماند و دید. همایون خیری، استرالیا. آقای نخعی، شما خودتون بازیکن بودید و به حال در شرایط مختلف آب و هوایی بازی کردید. چقدر تأثیر میذاره دمای 45 درجه‌ای استرالیا روی بازیکنان، مخصوصا بازیکنان مسن‌تر؟ خیلی فشار به واقعا به بازی، اولا خب به تمام مفاصل و همونجور که گفتن روی از لحاظ تمرکز کردن و خیلی بالاخره شرایط گرمای سنگین و رطوبت خیلی اثر میذاره رو بازیکن‌ها و با اینکه بازیکن‌ها بیشتر و بیشتر آمادگی جسمی دارن ولی با این حال خیلی سخته، خیلی براشون سخته و کلاً برای همین هم هست که خیلی وقتا در اوپن استرالیا ما خیلی سورپریزا هست و بازیکنان خیلی حالا یا لوکالی که از خودم استرالیان یا به گرما تقریبا عادت دارن میتونن بازی بهتری ارائه بدن و بعضی وقتا بازیکن‌های بهتر رو حتی ببرن و بله همین خب مثلا در اشاره به نکته جالبی کردید، مثلا در اروپا بسیار از این بازیکنان از حالا به حال شما معلومه که هوا در پاریس سرد هست، اینجا هم به حال 2-3 سانتی برف نشسته ولی خب توی استرالیا وقتی که از اروپا سفر میکنن به استرالیا و توی اون هوای گرم میخوان مسابقه بدن، این تغییر آب و هوا به نظر میاد که خیلی تاثیرگذار هست و همونطور که اشاره کردید اتفاقات جالبی هم شاهدش هستیم. بله نه تنها خب بالاخره با این که نسبتاً زود میرن بازیکن‌ها ولی تعداد مختلف ساعت و خیلی زیاده، بالاخره با اون عادت کردن. بعد گرما خب خیلی بازیکن‌ها واقعا نمیتونن، یعنی برخورد باشون خیلی براشون سخته، مخصوصا که بیشتر تو اروپا و جاهای دیگه بازی میکنن مسابقه و کلا خیلی هم شما ببینید استرالیا یکی از تنها مسابقات گرند اسلمه که خیلی بازیکن‌ها مریض میشن، پاشون پیچ میخوره، مسئله مایچه‌ای دارن و گرمازدگی مخصوصا خیلی پیش میاد در استرالیا.
خیلی متشکرم آقای نخعی. پیش از خداحافظی با شما من این نکته جالب به حال تا این مرحله مسابقات استرالیا حداقل برای خودم جالب بود که لورا رابسون با رسیدن به مرحله با راند سوم در واقع مرحله سوم مسابقات به حال دیگه پول تو جیبی از پدرش نمیگیره و خب به حال بیش از $100,000 به حال پول به جیب زد و فکر می‌کنم الان پدر مادرش از اون پول بگیرن دیگه بعد. بله دیگه اونا بیشتر. خیلی متشکرم از شما جناب نخعی که از پاریس با ما بودید. متشکرم از شما. مرسی از شما. اما با وجود سرمای زمستان اوضاع در لیگ برتر فوتبال ایران همچنان داغه. امروز هم 7 بازی برگزار شد.